حاضری خانومت گوشیتو چک کنه؟ بله. این لجه با تو به خدا همینجا. به خدا آخه نه اون گوشیه رو نمیبرم خونه. تا حالا به خانومت دروغ گفتی؟ بله. تا حالا رازی رو به دوستت گفتی و تاکید کردی که خانومت نفهمه؟ بله. او همه رو راست میگه که. حساب بانکی مخفی داری که خانومت ندونه؟ نه خیر. میگم خونه نرو. تا حالا از خانومت کتک خوردی؟ بله. اینو باز کن. اینو باز کن باهات حرف بزنم. یه نقش پلیس بازی می‌کردم یه مدت یه دونه این چیزایی که برق داره دستم بود. آره امانت بود. خیلی دلم می‌خواست روی یکی تست کنم. بعد خانومت انتخاب کردی؟ گفتم اونم تجربه بکنه. اونا خیلی درد داره اصلا. آره خیلی گویا درد. یه برق میاد تو وجودت میلرزه. آره الیکو هم همینو میگفت. تو شورش ها به کار میبرن. الیکو هم همینو میگفت. هی اصرار می‌کردم میگم جان من بذار یه دونه بد بزنم اینو. گفت آخه برای چی؟ میخوام تجربه کنی. گفت خب به خودت بزن. گفتم خب کیف نمیده. یه دونه به خودم زدم کیف نداد. گفت نه گفتم یه دونه جان من. گفت نه گفتم یه دونه زدم. یه صحنه داره بروسلی. اجدا وارد میشه دو تا پا میزنه اینجوری. آره. بعد من یه تایم طولانی به جای تردمیل دور خونه میدویدم که لاغر شه. دنبالت. آره.